میدانم که روزی خواهی آمد. پس بدان من هستم کوروش پسر کمبوجیه که این دولت وسیع را برای پارسیان بنیان نهادم و از کوچ‌نشینان دولت پارس بزرگترین ارتش را ساختم و بر چارگوشه جهان حکم روایی کردم و مقدار خاکی که تن بیجان مرا در بر گرفته بر اون رشک و حسد مبر، چون این خاک روزی تن تو را در خود جای خواهد داد. کتیبه که اسکندر میخونه گریهش میفته، از خراب کردن آرامگاه منصرف میشه، میگه کاش من اول این کتیبه رو خونده بودم، تخت جمشیدم با آتیش نمیکشیدم. بعدم به خاطری که در حمله های اهراب اینجا محفوظ بمونه، مردم سنگ ستونای از کاخ و پذیرایی میارن اطراف آرامگاه یا مسجدی درست میکنن به نام مسجد جامعه. اون کتیبه رو تو اتاق از بین میبرن، به جاش یه محراب در میارن، خط عربی تو اتاق مینویسن، میگن اینجا قبر مادر سلیمانه. اون تپه آخر میگن تخت سلیمان، آتش کده میگن زندان سلیمانه که در حمله ها محفوظ بمونه. بله بله. این مسجد همینجا بود تا زمانی که شاه اومد جشن برگزار که سران 72 دولت دعوت کرد اینجا. رو اوسک و سیمانی تو علفا وایساد، به کوروش سلام کرد، گفت کوروش شاه شاهان، شاه خامنش، آزاد مرده آزاد مردان، قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم ماند. که بی همین حرف شد باست بدبختش از دوباره دست و دست سنگ ستونا رو بردن کاخای بالا برگردونن جای خودش. در قدیم این 3-4 تا روستا روز ده عاشورا علم میردن پای آرامگاه، سینه میزدن، نرز میدن، گوسفند میکشتن. اگر گوسفندی را گرگ میگرفت، الان نه، اگر گوسفندی را گرگ میگرفت 7 دور آرامگاه چرخش میدن تا از هاری در بیاد، نرز میکردن بچگیشون بیاد. اینها رو دیگه ممنوع کردن. عروس دومان اینجا عکس میگرفتن، ممنوع شد. راهنماییش که ما به شما میکنیم ممنوع هست. چرا این چه ممنوعیتی داره؟ یعنی شما مراقبید مسافر همون تابلو بخونه بره. و کوروش شخصی بود برگزیده خدا، نجات دهنده یهودیا، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. شعار کوروش بود در موقع بیمه بیکاری میداد. هر کسی میگه به هر دینی آزاد باشه، در کشور من کسی دزدی نکنه، دروغ نگه، ظلم نکنه. اگر کارگری کار میکرد شب تا شب حقش بهش میداد، اگر زنی زایمان میکرد یه چطور یه گاو جایزه بهش میداد، 6 ماه مرخصی زایمان میداد. و این سنگا رو از 50 کیلومترها کوههای سیوند به وسیله عرابه اینجا حمل میکردن، به وسیله شیب دار خاکریزی بالا میبردن، دیوارا رو به وسیله بحث‌های دم چلچله‌ای که آهن بوده چف میکردن. و کوروش شخصی بود که دشمن بهش تیراندازی کرد، کسی به نام ارتب تیر خطا رفت، دشمن دستگیر کردن. گفتن باید چیکار کنیم؟ گفت من حقم قصاصه، به کوروش تیراندازی کردم. کوروش گفت اگر با کسی دیگه تیراندازی کرده بودی من قصاصت میکردم، ولی چون به خود من تیراندازی کردی من از حق خودم میگذرم. این شد سرباز کوروش. کوروش که در حمله های سکاها از بین رفت، کوروش به دست خودش آورد اینجا سپرد و بعد از کوروش با خنجر هم شکم خودش پاره کرد، خودکشی کرد. تموم شخص گفت بعد از کوروش زندگی ارزشی نداره. بقیه آثار کاخهای پذیرایی اختصاصی انسان بالدار را تشکیل دژنگروانی کیلومتر بالاتره. هنوز هستن؟ بله، اینها 200 هکتار باغ و درخت و رودخونه و آبنما زیر نظر کوروش بوده که تا شرق و غرب حکومت میکرده. دست در نکنه. دست شما درد نکنه. شما اطلاعات خیلی جامعی دادی. خیلی کام. بله، از همین جاده میره. بله، دیدیم چگونه بومیان این منطقه کوروش رو، میراث کوروش رو اگر خوب توجه کرده باشیم، نسل در نسل سعی کردن اول در مقابل حمله تازیان به عنوان اینکه به حضرت سلیمان ربط داره نگه دارن که با سبعیتی که اعراب و مهاجمین اسلام به کشور ما انجام دادن، نابود کردن کتابخانه گندی شاپور و آتش کشیدن تمام میراث ما و اون حرف کذایی عمر که اگر طبق خواست خدا این کتاب ها هستن پس در قرآن هستند، پس فایده نداره باشند و اگر نیستند هم خب خلافند پس بسوزانید. این بومیان چگونه این رو نگه داشتن و نسل در نسل این سخنان رو، این ماجرا، این داستان، این تاریخ رو به بچه های خودشون انتقال دادن تا امروز به دست ما رسیده. حالا حکومتی بر سر کاره که از روز اولی که سر کار آمد سعی داشت این نکته بنیادین ایران رو لوث کنه، خراب کنه، مداد پاک کن ورداره و با اون مبارزه کنه تا بتونه دنباله همون عمل کرده خلفای اسلامی رو
یعنی محو کردن خاطرات یک ملت رو بتونه ادامه بده تا شاید ایدئولوژی خودش رو بتونه جایگزین کنه، که خوشبختانه با ذکاوت و هوشیاری و با ارق ملی ایرانیان در این عمل میبینیم در جا نه تنها مونده بلکه داره به ضد خودش میشه. هر مداد پاک‌کنی رو که برمیداره جاش صدها مداد دیگه را میفته و نام کوروش، میراث کوروش، نه تنها به خاطر کوروش، به خاطر هویت تک تک ما، به خاطر اون چیزی که ایرانیت هست رو همه به دست هم انتقال میدن. حالا در رابطه با این جریان که سخن میگیم، گفتم میراث کوروش رو شاید باید از لحاظ بین المللی هم از لحاظ جهانی هم مقداری بهش پرداخته بشه. خب بر کسی پوشیده نیست که کوروش موقعی که وارد بابل شد حدود 2600 سال پیش و اون فرمان تاریخی خودش رو صادر کرد که در اون هر گونه تبعیضی، هر گونه قساوتی رو منع کرد، که به اونجا که اون کتیبه معروف کوروش امروز پس از گذشت نزدیک به 2600 سال پیش هنوز امری نوآور در 90% قسمت جهان است و عجبا باز که در مملکت خود کوروش عده‌ای هستند که درست خلاف اون رو انجام میدن. این مسلماً همه ما میدونیم. در کتاب تورات، کتاب مقدس یهودیان هم از کوروش به عنوان ناجی قوم یهود نام برده شده. خب این امری اکثرا میدونیم. اما نکته های دیگری که هست بجاست برای اون عده‌ای که اطلاع ندارن، این نکته رو بگم که فیلسوفی حدود 200 سال پس از کوروش به نام زنوفون وجود داشت که این شخص در حقیقت در آتیکای یونان، در نزدیکی آتن زندگی می کرد و در اونجا شاعر بود، تاریخ نویس بود، فیلسوف بود و در این حال مرد جنگی بود. یعنی چی؟ یعنی زنوفون قبل از حدود 200 سال پس از کوروش حتی در یک لشکری که به ایران اون زمان لشکر کشی میشه حضور داشت، که البته بعد از اینکه دلیل اون که به خاطرش به ایران لشکر میکشه که یکی از افراد خانواده هخامنشی در حقیقت بخشی از لشکر یونان رو اجیر میکنه برای اینکه احتمالاً به حکومت برسه، خودش وارد منطقه در نزدیکی بغداد امروز که و تیسفون میرسه، خودش اونجا کشته چون میشه. این لشکر مرسنری یا مزدور در حقیقت که نامش همونه بی دلیل میشه و این لشکر میبایست که راه خودش رو باز کنه برای بازگشت به مکانی که اومده بود، یعنی یونان امروز، و این سفر مدت‌ها طول میکشه و این زنوفون حتی بعد از کشته شدن فرماندهان یونانی لشکر، خودش هم یونانی بود، با رأی گیری دیگر افسران سردار این سپاه میشه برای اینکه این لشکر رو بتونه فرار بده. بعدش که به یونان برمیگرده کتابی مینویسه. این کتاب نامی میگیره به نام تربیت نامه کوروش و زنوفون تمام چیزهایی رو که در این مدت فرار، یادتون نره موقعی که فرار میگیم از تیسفون یا نزدیکی بغداد امروز صحبت میکنیم، به ارمنستان رفتن، یعنی از آرار رد شدن و بعد به طرف دریای سیاه رفتن، از دریای سیاه رد شدن و بعد وارد یونان امروز شدن، تقریبا بیش از 1 سال طول میکشه. در این مدت زنوفون با فرهنگ بومی ایرانیان در نقاطی که میره آشنایی پیدا میکنه و این نتیجه گیری رو میکنه. البته بخش کتابی که مینویسه بخش تا حدی خیالی است، بخش تاریخی است، بخش اسطوره‌ای است، اما
ریشه ما در این بخش چیزهایی است که در ایران 200 سال بعد از کوروش میبینه و کسانی که براش نقد میکنن، کسانی که براش صحبت میکنن، کسانی که زنوفون از اونها سوالهایی در مورد این مناطق ایران میکنه، همه اونها اون داده ها، اون عملکردهای اون زمان خودشون رو به کوروش هخامنشی نسبت میدن و در نتیجه موقعی زنوفون برمیگرده به آتن، آتیکا و بعدم میره در سپارت زندگی میکنه، کتابی مینویسه به نام تربیتنامه کوروش و این تربیتنامه کوروش برای اونهایی که نمیدونن بعدها میشه کتابی که اکثر رهبران جامعه روشنفکری اروپا و آمریکا در حقیقت من این گونه بگم به عنوان یکی از کتاب‌های اصلی و رفرنس آنها به عنوان کتاب مدیریت سیاسی قرار میگیره. اینو هم که بنده ایراد میکنم این سخن رو این نیست که نه به شما بیننده عزیز که ایرانی مثل من هستین بخوام دل شما رو خوش کنم یا دل خودم رو خوش کنم. اینها همه سندیت تاریخی داره و کورش آن که نمیتواند ببیند منظور کسانی هستند که در مدارس علمی در مدارس فقهی امروز ایران حضور دارن و سعی میکنن با این تفکر مبارزه کنن و در آخر برنامه، در 12 دقیقه آخر برنامه فیلمی به شما، فیلمی مستند نشون داده خواهد شد تا متوجه بشن اونهایی که نمیتوانن ببینن که این ادعای واهی نیست. مثلا این کتاب تربیت کوروش بسیاری از بنجامین فرانکلین، یکی از بنیانگذاران ایالات متحده امریکا، مرد بسیار روشنفکری که اگر نام بنجامین فرانکلین رو غیر از این که در قانون اساس در نطق پیدایش ایالات متحده امریکا نزدیک به 200 خورده سال پیش، 300 سال پیش دست داشت، از اون که بگذریم، داده های بنجامین فرانکلین به عنوان یک دونه شخص، یک آدم سیاسی، یک آدم نویسنده و خصوصا یک کاشف بعد از شروع عصر روشنگرایی، کسی است که شاید بیش از 700 پدیده ای رو که امروز مثل همین عینکی که بنده و شما، بسیاری از شما بینندگان ممکنه داشته باشیم، این رو به بنجامین فرانکلین تصحیح اون رو نشون میدن و به بسیاری و لیست درازه. بنده این اطلاع رو دقیق همه رو ندارم، خیلیش رو هم ندارم مسلم از این 700 تا، ولی رقمش حدود 700 تا هست. نام بنجامین فرانکلین رو کافی اونهایی هم که دست به اینترنت دارن تایپ کنن اینونشن ها و یا ابداعات بنجامین فرانکلین و همه اینا بیرون میاد. اما در اینجا سخنی که هست در رابطه با تفکر بنجامین فرانکلین برای درست کردن کشوری است که خب برای این کشور میتونه بسیاری انتقادات بره، اما از لحاظ اون چیزی که نوشتار دموکراتیک، از لحاظ اون چیزی که آزادی های فردی و از اون لحاظ اون چیزی که به قول روزولت تنها سدی که اینجا برای انسان وجود داره حد پرواز رویاهاشه. یعنی اگر رویاهای یک شخص منطقی باشه تا اون حد میتونه به جلو بره و میبینیم حتی کسانی هم که زمانی دایه بلوک شرق رو به سینه میزدند در همین کشور خود من و شما امروز اکثرا در همین ایالات متحده امریکا ترجیح میدن زندگی کنند. در نتیجه این اون چیزی که به نام good governance یا در حقیقت حکومت خوب هستش، برای اطلاعتون بنجامین فرانکلین معروف بود که 2 جلد، اتفاقا 2 کپی از این 8 کتاب زنوفون رو داشت و این کتاب زنوفون یعنی همون تربیت نامه کوروش، البته کتاب 7 و 8 هست که دیگه میرسه به اون که چگونه یک مملکت باید اداره بشه. کتاب‌های دیگر بیشتر شرح زندگی کوروش و تاریخچه اون هست. کسانی که احتمالاً انگلیسی بلد هستن، البته مطمئنم این سایت رو اینا فیلتر خواهند کرد، میتونن به سایت gutenberg.org، گوتنبرگ یعنی همون
مخترع دستگاه چاپ gutenberg.org هستش، برن و تمام این 8 کتاب رو به صورت PDF میتونن مجانی دانلود کنن و نویسندگان بسیاری هم نقد خوب، منظور از نقد الزاماً تیره نیست، نقد خوب بر کتاب، بر این نوشته زنوفون گذاشتن و فکر کنم 4-5 نفری مختلف در دنیا در سالهای 1700-1800 این کتاب زنوفون رو هر کدوم خودشون به سهم خودشون ترجمه کردن. اگر تمام این رفرنس ها رو میدم، این برای اونهایی است که مداد پاکن برداشتن و میخوان بچه هایی که احتمالاً دسترسی به امکانات سمعی و بصری امروز ندارن بقبولونن که چیزی به اسم کوروش وجود نداره، چون هراس اونها از همون